السلام علیکم و رحمت الله برادرای اهل اسلام. روز خوبی رو به سر داشته باشین. ان شاء الله که امروز ما آمدیم الحمدلله به شهر کازان در همین مسجدی با نام پل شریف نمازها را پیشین خواندیم الحمدلله. با یک چند برادرها آمدیم، خیلی سیامچیک برادرمان ایدیبک جان مردان و این برادرمان حاجی مقیم بنهایت ماشاءالله برادر و رحمت الله و برکاته. خوبه همه کسا صحت سلامت باشه، ماندای رمضان خداوند هر جای باشه سربلند باشه، پروردگار نگهبان شما باشه. آمین آمین آمین. و چون هر وقت برادرها برادر قند و اصل محمد اقبال رشتی سخن رو به او میدیم که چی فکر و عقیده دارد نسبت این شهر. البته تماشای طبیعت زیبا است، زیرا معجزه های ذات اقدس الهی را به یاد و اندیشه شخصیت می آورد، ولی دیدن این گونه مسجد زیبا با چه قدر زیباتره. خدای کرده باشد که همه امت محمدی را دوست صلی الله علیه و سلم دوستدار این گونه خانه خدا بگرداند. ولی چی احساسات در شما فرا میرسد؟ احساس تنها اینقدر آرزو دارم، حسرت دارم که بعد از اینکه این مسجد از نزدیک دیدم، یک بار مکه مکرمه و مدینه منوره را به همین طریق از نزدیک ببینیم. ان شاء الله نیک نیم دولت دوستان ان شاء الله که خدای بزرگ کرده باشد که هر یکی ما شما را به این جایهای مقدسی که خارجان گفته گذاشتن برسانه و دعاگوی ما باشین. ان شاء الله ما امروز سر کردیم جایهای تاریخیش، ان شاء الله این شهر را رفتن میبینیم و هم با برای شما نشان در میدیم. علاوه یک چیز دیگر هم میخوام بگم که حضرت سعدی میگه که حضرت سعدی نه سعدی نصفی میگه که بسیار سفر باید تا پخته شود خامه. انسان در زندگی باید سفر زیاد بکنه تا که زیاد خامی های از او چی شود پخته شود، زیاد بفهمه تاریخ همه جا را آگاه شود. به این خاطر ما همراهمون کیا گرفتیم، مثلا حاجی جان گرفتیم که اینا از تاریخ دنیا خوبتر و بهتر آگاه هستند. چیکار مثلا همراه ما اومدن که تا با اینا چی کنیم، سوال کنیم تاریخ پیدایش مثلا مسجد یا که جاهایی که میریم از اینا سوال بکنیم، اینا در رابطه با تاریخ بهتر میکنه. بارک الله. ما نیز با همراه برادرمون به توسعه سفر داشتیم. به نهایت جایهای تاریخی رو برای ما حاجی جان نقل کردن، به نهایت خوب. ان شاء الله که همه اون چیزی که در رفتی سفر ما می شود برای شما کمی هم باشد کم کم نوار کرده برای شما نشان میدیم. در ما دعاگو باشیم ان شاء الله که ما سفر این روزه را سر کردیم. جزاكم الله خير. حن قلبي للمدينة لرسول